بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت می‌خواهیم باطل سحر را به شما آموزش بدهیم. هرگاه کسی را سحر جادو کرده باشند و او را سرگردان و آواره از دنیا و شغل نموده باشند، باید عمل باطل سحر انجام دهد تا در حق او هر سحر و جادویی به هر زبانی به هر قلمی که در حق او شده باشد باطل گردد. این عمل را باید در روز یکشنبه در ساعت شمس یا در روز پنجشنبه در ساعت مشتری یا در روز جمعه در ساعت ظهر باید انجام داد و در اول ماه به مشک و زعفران، گلاب یا آب باران یا چوب زیتون نوشته شود و این عمل باید روی کاغذ سفید نوشته شود. کسی که این عمل را می‌خواهد انجام بدهد باید بدن او پاک باشد، لباس او پاک باشد، غسل انجام داده باشد و بعد این عمل را انجام بدهد. روزهایی که دعاهای باطل سحر را انجام می‌دهید دیگر در اون روز هیچ دعایی باید نوشته نشود، یعنی اون شخص نباید هیچ دعایی دیگه بنویسد. اون دعا